تو خونه نشستین و یه دفعه احساس گرسنگی میکنین. کافیه در یخچال رو باز کنین، 5 دقیقه بعد مشکل گرسنگیتون حل میشه. یک ساندویچ کالباس فقط چند ثانیه زمان میبره تا آماده شه. سوسیس یکم بیشتر، اما اگه خیلی عجله داشته باشین میتونین شعله زیر مایتابه رو زیاد کنین. شاید هم خودتون حوصله این کارو ندارین و ترجیح میدین تا از فست‌فودی ها کمک بخواین. در این صورت هم 10 دقیقه بعد هر ساندویچی که بخواید تو دست شماست. نمیشه انکار کرد که بزرگترین دلیل محبوبیت سوسیس و کالباس ارزون بودنشه و همیشه میتونین به اونها دسترسی داشته باشین. هممون میدونیم که مصرف سوسیس و کالباس هم مثل سیگار و قلیون برای سلامتی مضره، اما نمیتونیم اونا رو کنار بذاریم. چرا؟ چون ما همیشه برای هر چیزی حداقل یک بهونه داریم. خیلی از ما اگه اطلاعات پزشکی کافی نداریم، اما به خوبی میتونیم تفاوت اتومبیل ها رو درک کنیم. پس اینجوری توضیح میدیم. ما برامون مهم نیست چه خودرویی میخریم و سوار میشیم. فقط همین برامون اولویت داره که وسیله نقلیه‌مون ارزون باشه، کولر و شیشه برقی داشته باشه و راه بره. سوسیس کالباس مثل ماشینه، با هر قیمتی که بخواید هست. حالا شما بستگی داره که چقدر واسه سلامتیتون ارزش قائل باشید. ما ترجیح میدیم برای 5 دقیقه از خوردن لذت ببریم، اما در آینده 50 ساعت در مطب پزشک منتظر بشینیم یا بیهوشی در اتاق عمل و جراحی رو تجربه کنیم. هرقدر کارخونه‌های تولید کننده معتبر باشن و جایزه کیفیت دریافت کنن، اما باز هم ترکیبات موجود در سوسیس و کالباس خطر ابتلا به بیماری‌هایی مثل فشار خون و پوکی استخوان رو افزایش میده. ما وقتی این فرورده‌های گوشتی رو مصرف می‌کنیم، تصورمون اینه که در حال خوردن مواد مغذی مثل پروتئین خالص هستیم، اما در حقیقت موادی که برای سلامتی بدن مضرن، یعنی فسفر، نیترات، نمک و چربی رو قورت میدیم. نمک فشار خون رو بالا میبره و منجر به سکته مغزی، حمله قلبی، پوکی استخوان و بیماری‌های کلیوی میشه. به همین خاطر هر فرد مجاز نیست که بیشتر از 6 گرم نمک در روز مصرف کنه و این در حالیه که مقدار نمک موجود در سوسیس ها بیشتر از نمکیه که در یک پاکت چیپس وجود داره. به طور کلی خوردن سوسیس و کالباس برای سلامتی مضره. ما انتظار نداریم که شما بعد از تماشای این ویدیو سراغ یخچال خونتون برید و هر چی سوسیس و کالباس دارید رو دور بریزید. البته واقعا اگر چنین اتفاقی رخ بده خوشحال میشیم. بسیاری از کارخونه‌های سوسیس و کالباس ادعا میکنن که محصولاتشون از 90% گوشت تشکیل شده. اگر اجزای اصلی تشکیل دهنده سوسیس و کالباس واقعا از گوشت خالص درست شده، پس چرا قیمتش بالا نمیره؟ چیزی که ما در فرآورده‌های گوشتی میخوریم فقط گوشت خالص نیست، پس باید در خرید و مصرف اون دقت کنیم. کلیه محصولات کارخانجاتی که از سازمان غذادارو و یا معاونت‌های غذاداروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور پروانه ساخت دریافت می‌کنند، تحت نظارت و کنترل دائم این سازمان قرار دارند. خانواده‌ای که از فرآورده‌های گوشتی استفاده می‌کنند میبایست به چند تا نکته حتما توجه لازم رو داشته باشند. پروانه ساخت از سازمان غذادارو، درج تاریخ تولید و انقضا و مواد تشکیل دهنده در فرمولاسیون محصول. امروز ما می‌خواهیم درباره وجود نوعی سوسیس و کالباس هشدار دهیم که بدون مجوز بهداشت تولید می‌شود و فرمول مشخصی هم ندارد، اما قیمت آن بسیار بسیار ارزان است. بر اساس تحقیقی که سایت اصلیران از تعداد سفارش‌های مشتریان فست فودهای معروف تهران انجام داده، بعضی از آنها حتی در یک روز غیر تعطیل وسط هفته که خیلی هم شلوغ نیست، حداقل حدود 700 پیتزا و یا 700 ساندویچ را به مشتری تحویل می‌دهند. ما از صبح که مغازه رو باز میکنیم از شرکت‌های مختلف پروتئینی معتبر و غیر معتبر به ما مراجعه میکنن. اون حق انتخاب با ماست که محصول با کیفیت، استاندارد و وزارت بهداشت رو بتونیم انتخاب بکنیم.
همه فست فودها میگویند که سوسیس و کالباس مورد نیازشان را از کارخانه‌های مجاز تهیه می‌کنند، ولی ما گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه بعضی فست فودها برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود سوسیس و کالباس‌هایی را می‌خرند که در کارگاه‌های زیرزمینی تولید می‌شوند. بدین ترتیب وقتی شما پیتزا یا ساندویچ می‌خورید، همیشه نمی‌دانید چه موادی در آن به کار رفته است. کسانی هستند که سوسیس و کالباس را در زیرزمین خانه‌شان فراوری می‌کنند و فست فودهایی هم هستند که آن را می‌خرند. به صورت مشاهده مصرف کنندگان میتونن به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اطلاع بدن که این موضوع از طریق سازمان غذادارو پیگیری و به شدت برخورد میشه. حالا که این حقایق براتون بازگو شد، انتظار داریم نسبت به مکانی که به اون ساندویچ و پیتزا سفارش میدید اطمینان کسب کنید. اما چون هنوز مطمئن نیستیم که متوجه شده باشید چه فاجعه‌ای در سوسیس و کالباس‌های زیرزمینی نهفته است، باید از راه دیگه‌ای هم به شما هشدار بدیم. ما میتونیم به راحتی وارد یک ساختمان پزشکان بشیم و از همکف تا طبقه آخر با همه متخصص‌ها درباره مضرات مصرف سوسیس و کالباس مصاحبه کنیم. این چیزها رو بارها در تلویزیون دیدیم و در روزنامه‌ها هم خوندیم، اما اثری نداشته. پس راه مؤثر رو انتخاب کردیم که هرگز تو تلویزیون هم اون رو نمی‌بینید. از اینجا به بعد چیزهایی رو به شما نشون میدیم که تماشاش دلچسب نیست، اما لازمه که بدونید. تصور کنید اینجا یک کارگاه زیرزمینی تولید سوسیس کالباس به صورت غیرقانونی و بدون نظارت وزارت بهداشته. پس هر چیزی رو میتونن توش بریزن و شما هیچ وقت به عنوان مصرف کننده متوجهش نمیشید. مثل پوست مرغ، هرچی بیشتر پوست مرغ بریزیم اون محصولی که بیرون میاد رنگش سفیدتر میشه. این جیگر مرغه. بعضیا دوستش دارن، خیلی هم دوستش ندارن. رنگ گوشتو داره. این کلیه است. طبیعتاً کلیه مرغ نیست. اینم قلبه. اینا همش گوشته، ولی نه گوشت. این دل و روده مرغه، چیزی که هیچ کس نمیخوره. ولی شما از کجا مطمئنید که این تو نمیریزن؟ این پای مرغه. اینم دنبه است، ولی نمیتونیم توی چرخه گوش بندازیم چون گیر میکنه. این اون چیزیه که اومده بیرون. بدترین چیزی که میتونیم بهتون معرفی کنیم تاج مرغ یا خروسه. با خودتون نگید کی این کار میکنه. حتما میدونیم این کار رو انجام میدن که بهتون گفتیم. توی چرخ گوشت. این تصاویر فتوشاپ نیست. حالا چند بار اون چیزی که اومده بیرون رو باید چرخ کنیم تا با هم کامل مخلوط بشن. اگه مقدار مواد رو کم و زیاد بکنیم حتما به رنگ کالباس بیشتر نزدیک میشیم. حالا یه مقدار ادویه بهش اضافه میکنیم. پودر سیر ریختیم، آویشنه، فلفل سیاهه با فلفل قرمز، خیلی چیزایی دیگه هم میریزن. ولی حالا میخوایم اینا رو دوباره با هم ترکیب کنیم توی چرخه گوشت ببینیم نتیجه چه طعمی داره. نمیتونیم اینو الان مزه کنیم ولی بوی کالباس میده. شما میتونید خودتون این رو امتحان کنید. اینم نمکش. کالباس تشکیل شده از سیر، هر موادی که دلشون بخواد به اضافه نمک.
این اون چیزیه که اومد بیرون. اگر کمی دیگه سفیدش میکردیم قطعا رنگ کالباسو داشت.